سلام دوستای عزیز، به خاطر اینکه این پارچه زیبا رو به آستر بدوزیم از نخ نامرئی استفاده میکنیم. نخ نامرئی رو قسمت نخ رو میندازیم و برای زیر نخ معمولی استفاده میکنم و کار رو سوزن میزنم، دور تا دور کار رو هم میدوزم و جاهایی که حالا بیشتر سعی میکنم جاهایی که ملیله نداره شروع کنم به دوختن و نخ رو به این شکل میگیرم. دوخت اولم تا محکم بشه دو طرف دستم رو روی کار میذارم، سعی میکنم حالت کشیدگی بهش بدم تا موقع دوخت، به خاطر اینکه پایه نداره کشیدگی ایجاد نشه. موقعی که ما اومدیم پایه رو برداشتیم، قسمت پایه باید به سمت بالا باشه، یعنی نباید پایین باشه. پایه رو به سمت بالا میدیم تا موقع دوخت خیلی کارمون راحت تر باشه. دستمو میذارم دو طرف کارم میدوزم، جاهایی که ملیله و منجوق نداره راحت تر دوخته میشه. ترس از شکستن سوزن هم نیست، نیاز به تنظیمات خاص دیگه ای نداره، فقط به راحتی دو طرف میذارم و شروع میکنم به دوختن. به خاطر اینکه کارم باز نشه اول کارم هم یه حالت بست میزنم. کار خیلی سریعتر دوخته میشه و زیبایی خودش هم داره. پشت کار هم توجه کنیم، خیلی راحت دوخت زده شده. من به خاطر که محکم ترم بشه اول اومدم کوک های بزرگتری زدم. شما تو این کار را هم نکنید، ولی خب دوخت کارم خیلی زیبا و تمیز اومده.